تا به حال فکر کردید که مشکلات سلامت شما ممکنه با عدم تعادل هورمونی مرتبط باشه؟ هورمون‌ها پیامرسان‌های شیمیایی هستند که از طریق غدد اندوکرین به وجود میان و از طریق جریان خون در بدن جابجا میشن. به بیان ساده‌تر، هورمون‌ها به ارگان‌ها و بافت‌ها میگن که چه باید بکنن. اما به دلایل مختلف بدن شما ممکنه با عدم تعادل هورمونی مواجه بشه. یعنی ممکنه میزان هورمون‌ها بیش از حد کم یا بیش از حد زیاد بشه. در ویدیو امروز ما در مورد علائم عدم تعادل هورمونی در زنان صحبت می‌کنیم. اینجا کانال سلامت روزانه است. با فشردن دکمه سابسکرایب و عضو شدن در کانال میتونید به جدیدترین آپدیت‌های علمی و پزشکی ما دستیابی پیدا کنید. نشانه اول عدم تعادل هورمونی تیره شدن پوسته. شاید اخیراً متوجه شده باشید که پوست شما بدون دلیل تیره شده. علی‌رغم اینکه به خوبی از پوست خود مراقبت کردید، اما با لکه‌های پوستی مواجه شدید. این احتمال وجود داره که هورمون‌ها یا عدم تعادل اونها عامل این مشکل باشه. تیره شدن رنگ پوست یا پیگمنتیشن به عنوان لکه‌های هورمونی شناخته میشه. در این عارضه لکه‌های قهوه‌ای رنگ روی پوست پدیدار میشه که به راحتی قابل تشخیصه. آنها بیشتر در قسمت‌های صورت زنان پدیدار میشن. این اتفاق به دلیل تغییرات سطح هورمون‌های تحریک کننده ملانوسایت، افزایش سطح استروژن و یا تغییرات هورمونی ناشی از بارداریه. مصرف قرص‌های ضد بارداری برای مدت طولانی هم میتونه باعث افزایش سطح استروژن و ایجاد لکه‌های قهوه‌ای روی پوست بشه. نشانه دوم عدم تعادل هورمونی زائده‌های پوستیه. زائده‌های هورمونی که با عنوان آکروکوردون شناخته میشن، چیزی نیستند به جز پوست نرم اضافی که در خارج از بافت معمول رشد میکنن. این زائده‌ها میتونن در هر جایی از بدن به وجود بیان و عمدتاً قسمت‌های خمیدگی و چین‌خوردگی و یا جاهایی که پوست معمولاً به هم مالیده میشه، مثل زیر بغل ایجاد میشن. عدم تعادل ناشی از بارداری میتونه علت اصلی زائده‌های پوستی باشه. به علاوه سطح پایین استروژن در زمان بارداری میتونه منجر به نازک شدن پوست و از دست رفتن ارتجاع‌پذیری اون بشه. حتی سندروم تخمدان پلیسیستیک که ناشی از عدم تعادل هورمونی هم میتونه یکی از فاکتورهای مؤثر باشه. شماره سوم، پرمویی یا رشد موهای زائد در بدنه. پدیده هرسوتیسم باعث پیدایش موهای ضخیم و تیره در بخش‌هایی از بدن زنان میشه که رشد مو در اون نواحی رایج نیست. این بخش‌های بدن شامل صورت، سینه، کمر، بخش‌های داخلی ران‌ها و زیر شکم هستند. زنان دارای سندروم تخمدان پلیسیستیک با عدم تعادل هورمون‌های جنسی مواجه هستند که این میتونه باعث ایجاد موهای زائد، پریود نامنظم و چاقی بشه. اگر بدن شما در معرض مقادیر بالای کورتیزول قرار گرفته باشه، این میتونه به مشکلی به نام سندروم کوشینگ منجر بشه که به پرمویی میانجامه. دلیل دیگری برای رشد موهای زائد میتونه تولید غیر معمول هورمون‌های استروئیدی باشه، یعنی کورتیزول و اندروژن که به دلیل شرایط ارثی هایپرپلیژیا آدرنال مادرزادی هستند. تومورهای تولید کننده اندروژن و داروهایی مثل مینوکسیدیل هم به رشد موهای زائد می انجامه. با افزایش سطح اندروژن، علائم دیگری از پرمویی هم پدیدار میشه، مانند تو دماغی شدن صدا، آکنه، افزایش حجم ماهیچه و کشلی. اگر با این مشکل مواجهید، مراجعه به متخصص پوست میتونه مشکل رو حل کنه. نشانه چهارم عدم تعادل هورمونی، آکنه روی صورت، کمر و سینه است. در صورتی که با هجوم ناگهانی آکنه مواجه شدید، این مسئله میتونه ناشی از عدم تعادل هورمونی باشه. این مشکل با عنوان آکنه هورمونی شناخته میشه. معمولاً تستوسترون باعث آکنه هورمونی میشه. با افزایش سطح اندروژن، میزان چربی پوست افزایش میابه و این میتونه به ایجاد کلونی باکتریایی در فولیکول‌های مو بیانجامه. این اتفاق در صورت، سینه، گردن و کمر رخ میده. چربی پوست یا سیبوم نوعی از چربیه که بدن به طور طبیعی تولید میکنه تا پوست رو در برابر خشک شدن محافظت کنه. با این حال مقادیر زیاد اندروژن منجر به تولید زیادتر سیبوم میشه. این افزایش چربی همراه با سلول‌های مرده پوست به تجمع اونها در حفره‌های پوستی میانجامه. تجمع زیاد اون باعث ایجاد آکنه در ریشه مو میشه.
انواع مختلف زایه‌ها با شدت و اندازه‌های گوناگون میتونه تحت واکنش باکتری‌های پوست و این توده‌ها ایجاد بشه. هنگامی که حفره‌های مسدود شده ملتهب میشن، اونها میتونن به کرک، دانه و کیست منجر بشه. دانه‌ها و کیست‌های بزرگ و ملتهب میتونن دردناک باشن و روی پوست جای جوش رو باقی بگذارن. پس به این شکله که عدم تعادل هورمونی به ایجاد آکنه منجر میشه. نشانه پنجم عدم تعادل هورمونی ریزش یا نازک شدن موهاست. رشد موهای زائد میتونه ناشی از عدم تعادل هورمون‌ها باشه و ریزش و نازک شدن موها هم به همین ترتیب. ممکنه با ریزش یا رشد مضاعف موها مواجه بشید. هورمون‌ها پیام‌رسان‌های شیمیایی هستند که امکان ارتباط بخش‌های مختلف بدن رو فراهم می‌کنند. در صورت عدم تعادل، بدن پیام نادرست دریافت می‌کنه و عملکرد اون تحت تأثیر قرار می‌گیره. پس تعجبی نداره که عدم تعادل هورمونی به ریزش مو در زنان منجر بشه. برخی هورمون‌هایی که میتونه به این مسئله بیانجامه شامل استروژن، تستوسترون، انسولین و تیروئید هستند. استروژن هورمونیه که باعث میشه مرحله رشد موها بیشتر طول بکشه، اما مقادیر بیش از حد استروژن منجر به نازک شدن مو میشه. مقادیر این هورمون به دلیل افزایش یا کاهش وزن، پیش یا آهستگی و به دلیل بارداری کاهش یا افزایش می‌یابه. تستوسترون اساساً یک هورمون مردانه است، اما زنان هم در مقادیر کم اون رو تولید می‌کنند. هنگامی که تستوسترون به DHT تبدیل میشه، این فرایند باعث کاهش رشد مو در جمجمه میشه. سطح استروژن میتونه کاهش بیابه و باعث نازک شدن موها بشه. یکی دیگر از دلایل نازک شدن و ریزش موها نوسان سطح هورمون‌های تیروئید و انسولینه. نشانه ششم عدم تعادل هورمونی افزایش وزنه. آیا شما از یک رژیم غذایی سالم پیروی می‌کنید و ورزش منظم هم دارید، اما همچنان با افزایش وزن مواجهید؟ شاید لازم باشه سطح هورمون‌هاتون رو بررسی کنید. عدم تعادل هورمون‌ها میتونه به افزایش وزن ناخواسته در زنان منجر بشه. هورمون‌هایی که روی وزن زنان اثر گذاره عبارتند از استروژن، کورتیزول یا هورمون استرس، تیروئید و آلدوسترون. پس از یائسگی سطح استروژن در بدن زنان کم میشه و این کاهش استروژن روی متابولیسم اثر میذاره و این مسئله باعث تجمع چربی در شکم میشه. یکی دیگر از دلایل این امر استرسه. در هنگام استرس بدن ترشح هورمون استرس یعنی کورتیزول رو افزایش میده. کورتیزول عامل بسیاری از فرآیندهای بدن مانند تنظیم قند خون، التهاب و متابولیسم و در بدن برای مقابله با استرس تولید میشه. اما قرارگیری طولانی مدت در معرض کورتیزول میتونه به افزایش وزن منجر بشه، به خصوص در ناحیه شکم. یک هورمون دیگه که متابولیسم رو در انسان تنظیم میکنه تیروئیده. عدم تعادل در ترشح هورمون تیروئید به طور مستقیم روی افزایش وزن اثرگذاره. نشانه هفتم عدم تعادل هورمونی پریودهای سنگین یا نامنظمه. پریود منظم نشان دهنده سلامت کارکرد بدنه. در صورتی که شما با مسائلی مانند بارداری، شیر دادن به نوزاد، یائسگی، مصرف دارو و یا مشکلات پزشکی اثرگذار روی پریود مواجه نباشید، باید دوره قاعدگی شما منظم باشه. اگر قاعدگی کوتاه‌تر و یا طولانی‌تر از زمان متوسطه، با بی‌نظمی پریود مواجه هستید. به عبارت دیگه، در صورتی که پریود شما زودتر از 24 روز یا دیرتر از 38 روز اتفاق بیفته، پریود نامنظمی دارید. بی‌نظمی پریود در سالهای ابتدایی و انتهایی قاعدگی که به عنوان پیش‌یائسگی شناخته میشه، رایجه. اگر شما خونریزی سنگینی دارید یا آنچنان درد دارید که انجام کارهای روزانه براتون دشواره، شاید پریود شما بیش از حد سنگینه. هورمون‌هایی وجود داره که میتونه باعث ایجاد پریود سنگین یا نامنظم بشه. بسته به نوع عدم تعادل هورمونی، برخی داروها یا تغییرات سبک زندگی وجود داره که پزشک میتونه برای کنترل عدم تعادل تجویز کنه. نشانه هشتم نامتعادل بودن هورمون‌ها تحریک شبانه است. آیا شما شبها با تحریک شدید از خواب بیدار میشید؟ پیشتر تصور میشد که تحریک شبانه ممکنه به دلیل پایین بودن سطح استروژن باشه. اما همکنون مشخص شده که افزایش سطح استروژن همراه با کاهش سطح پروژسترون هم ممکنه عامل باشه.
هرچند عدم تعادل در هورمون‌های دیگه هم ممکنه نقش‌آفرین باشه. استرس، عدم تحرک و رژیم غذایی هم میتونه به تحریک شدید منجر بشه. با رژیم غذایی سالم و کنترل استرس و داروهای مناسب برای کنترل عدم تعادل هورمونی میتونید از تحریک شبانه راحت بشید. و نشانه نهم عدم تعادل هورمونی نازاییه. هرچند عوامل بسیاری میتونه در نازایی اثرگذار باشه، اما سندرم تخمدان پلیسیستیک یا PCOS یکی از عوامل اصلیه. در این مشکل اندوکرین با تخمک گذاری تداخل میکنه. این سندرم میتونه باعث ایجاد کیست های تخمدان بشه که مانع از آزاد شدن تخمک ها میشه. برای درمان نازایی ناشی از سندرم پلیسیستیک نیاز به روند درمانی مناسب توسط پزشک دارید. اگر چاقی عامل این سندرمه، کاهش وزن میتونه براتون سودمند باشه. آیا شما هیچ کدوم از این علائم رو قبلا تجربه کردید؟ آیا فکر میکنید از عدم تعادل هورمونی رنج میبرید؟ برای ما کامنت بگذارید.